همونطور که عرض کردم برنامه ما اختصاص داره به طور کامل به موضوع مهم قیام خونین 15 خرداد سال 1342. میخوایم به چرایی و چگونگی شکلگیری این قیام بپردازیم و اینکه چه آثار و برکات و احیانا دستاوردهای این قیام داشته. متخصص و بلد راهمون هم در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین ابوطالبی عزیز هستند که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و زنده باشید. سالگرد قیام 15 خرداد و یاد امام رحمت الله علیه رو هم گرامی می‌داریم. در خدمتتون هستیم. محبت دارید، ما در خدمت شما ایم، خوشحالیم از این بابت. خب از سال 42 خیلی گذشته انصافا. برای خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌های امروزی شاید خیلی نمای روشنی از این قیام تو ذهنشون نباشه. اگه موافق باشید یه قدری از کلیت این قیام برای ما صحبت بفرمایید. ارکان این در واقع قیام چیا بود یا کیا بودن و خواستگاهش کجا بود و چجوری شکل گرفت؟ بله، خدمت شما عرض کنم که خب بعد از رحلت مرحومت الله بروجردی فضای اقدامات سیاسی شاه خیلی پررنگ‌تر شد، چون تلقیش این بود که دیگه اون مرجع بزرگ و عظیم نیست و حالا رده های بعدی دارن میان که حالا اونا رو هم شاه تلاش میکرد خیلی به عنوان مرجع حساب نکنه. یه اقداماتی بهشون شروع کرد که اولیش همون لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی بود که با فشار امام و همه مراجع مجبور شد لغوش کنه و اون کلا لغو شد. چند ماه بعد بحث جدیدی به نام انقلاب سفید رو مطرح کرد و اصولی داشت این انقلاب سفید که حالا بحثایی توش مطرح بود، از جمله اصلاحات ارضی و خدمت شما عرض کنم که اینو بحثا این هم مورد اعتراض قرار گرفت به خاطر اینکه توش موارد خلاف شرع بود و حتی طرحهایی بود که پیش بینی میشد که بعداً هم معلوم شد این پیش بینی درسته که کشاورزی و فضای دامپروری ایران رو بهش ضربه میزد و ایران رو وابسته میکرد به فضای بیرون، به ویژه اسرائیلی ها در بحث کشاورزی. این اعتراضات نسبت به این مسئله توسط علما شروع شد. یه نماینده رو آجرالله کمالوند از علمای قم فرستادن پیش شاه که این چه کاری میخوای انجام بدی. او هم به ایشون گفتش که اون لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی طرح خود ما بود، ما شما گفتید نکنید، ما لغوش کردیم. درست. این دیگه طرح و برنامه‌ای است که آمریکایی‌ها تو خیلی از کشورهای منطقه دارن دنبال میکنن و ما هم باید اینو انجام بدیم. علت چه بود که آمریکایی‌ها برای جلوگیری از انقلاب‌های کمونیستی و مقابله با شوروی خواستن یه مقداری فضای کشاورزا و طبقات پایین روی رسیدگی ظاهری بهشون بشه که اینا فکر انقلاب و حرکت‌های انقلابی تحت تأثیر کمونیستا براشون ایجاد نشه. از مثلا یکی از کارها بحث سهم شدن کارگرها در سهم کارخانه‌ها و زمین به کشاورزا بود. این خب مورد اعتراض قرار گرفت. ایشون هم اینجوری گفت شاه گفت نه این باید انجام بشه، هیچ راهی هم نداره. اومد و ایشون برگشت و پیغام و رسوند و علما اعتراض کردن. شاه کوتاه نیامد، گفت این اصول رو ما با رفراندوم باید بذاریم و مردم بیان رأی بدن و که حالا بیانیه ها و اعتراضات متعددی از جانب علمای قم، نجف، جاهای مختلف انجام شد و مراجع اعتراض کردن از جمله خود حضرت امام و شاه وایساد روی امر، وایساد و بهمن ماه در حقیقت 4 بهمن اگه اشتباه نکنم رفراندوم قرار برگزار شه سال 41. درست. که علما نوشتن و رفراندوم رو تحریم کردن، گفتن شرکت در این رفراندوم حرام است. عجب. و شاه اومد قم، یک دو روز قبلش اومد قم و هیچ کدوم از علما هم نموندن که و نیومدن استقبال. خیلی عصبانی شد. همون پشت در حرم میدان آستانه عکسش هم هست، اونجا یک سخنرانی تندی کرد علیه روحانیت، اینا مرتجعن، اینا عقب موندن، نمیذارن کشور پیشرفت کنه، ما میخوام کشور پیشرفت کنه و فلانو. و خدمت شما عرض کنم که با این تعابیر ارتجاع سیاه، ارتجاع سرخ و کمونیستا میگفتن، مرتجعین سرخ ارتجاع سیاه رو هم به علما نسبت داشت. و رفراندوم هم برگزار شد و اعلام کردن که مردم هم رأی دادن و تمام شد. دیگه امام بعد از این اتفاق اعلام کردن که با این موارد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی، حتی که تو بیانیه امام هست که اصلا هنچی رفراندوم اصلا تو قانون اساسی نیست، شما کارتون خلاف قانونه، حتی خلاف شرع هم بود خیلی از موادش. و لذا گفتن که این خلاف شرع وقتی اینجوری انجام میشه، همه علما دارن اعتراض میکنن، شاه
میاد وای میسه و اینو انجام میده، این یعنی دیگه شاه جلو اسلام وایساده. ولذا امام اعلام عزای عمومی میکنند و چون نزدیک عید بود میگن این عید ما عید نداریم و عزاست. همزمان هم میشه عید با شهادت امام صادق علیه السلام که مراسم میگیرن تو ایام عید. خب شهادت امام صادق بوده، خب حالت عزا هم بوده دیگه طبیعتا، که یه حمله هم به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه طالبیه در تبریز میشه و خب اونجا هم یه عده طلبا رو ضرب و شتم میکنن، از بالا میندازن پایین و درگیری هم پیش میاد دیگه. اعلامیه‌های تند وقت در آستانه محرم هم هست. همونجاست که شاه میگه که تو این محرم علیه اسرائیل و علیه آمریکا و علیه شاه کسی حق نداره صحبت کنه. این سه تا رو نام میبره. امام در محرم اون سال که روز عاشورا که میشه 13 خرداد میان و سخنرانی معروف رو میکنن که علمای اسلام در خطر است و امروز تقیه حرام است و بحثای از این مستقیم رژیم دیگه مستقیم بله. و رژیم صهیونیستی رو بله اونجا صریحاً اسرائیل رو خطاب قرار میدن. دقیقاً همونایی که شاه گفته صحبت نکنید امام دقیقاً صحبت میکنه. میگه اصلا مشکل همینا و خیلی هم تند امام صحبت میکنن و اساساً میگن اسلام در خطر افتاده، شاه در مقابل اسلام ایستاده و این حتی برای شاه هم خوب نبود دیگه. اینا بالاخره مدعی بودن ما شاه مسلمان هستیم و ما شاه شیعه هستیم و این تظاهرها رو داشتن. آره. لذا این خیلی سنگین بود برای شاه و لذا نیمه شبش میان امام رو دستگیر میکنن. 15 خرداد. بله. که دستگیری امام باعث میشه که مردم بریزن تو خیابون و اعتراض کنن. زود خبر برسه به مردم. بله. و روز 15 خرداد حضور گسترده مردم و تعطیل شدن بازارها و در بخش‌های مختلف که عمده‌اش تو همین داستان مردم پیشوا و ورامین بودن که کشاورزا اومدن، کفنپوش هم اومدن و خیلی اینا رو به شهادت رسوندن. این داستان قیام 15 خرداد و برخورد خیلی خشن رژیم، یعنی شاید اولین برخوردی بود که رژیم مردم رو رسما کشت، تعداد زیادی رو. یعنی بیشتر الان از تهران و ورامین و پیشوا و اینا و قم و مشهد اینا هم درگیر شدن توی این روز. بله ولی اون کشتار سنگین بیشتر مال همین پیشوا و ورامین اتفاق افتاد. این داستان قیام 15 خرداد. این خیلی ممنونم. به نظرم یه طرح کلی بود که فرمودین از این قیام. یه سوالی که مطرحه اینه که این قیام خیلی مورد توجه هست امام بود. از همون موقع تا زمانی که انقلاب به ثمر برسه و بعد از انقلاب حتی من یه جمله ازشون دیدم که با این که مصیبت بود، بلایی بود برای ما، اما خدا این لطف به ما کرد که مردم بیدار شدن بله. و از روحانیت تبعیت کردن و اینها همچین جملاتی دارن و خیلی راجع به 15 خرداد حرف زدن بعد از اون و بعد عزای عمومی تا کل تاریخ تا ابد اعلام کردن این روز. این همه توجه امام و پررنگ کردن این قیام برای چی بوده؟ بله ببینید اهمیت قیام 15 خرداد در اینه که مردم در اعتراض صرفاً به دستگیری امام، نه اینکه حالا مثلا کشتن یک فردی یا مثلا حتی حرکت‌های بدتری، نه حالا امام فعلا بازخواستش کردن، یعنی با احضارش کردن در تهران، یعنی زندان هم نرفته، آوردنش در تهران که حالا مثلا بررسی کنن. خود این باعث شده که مردم بریزن تو خیابون و کفنپوش بیان، میگن ما حاضریم کشته بشیم و کشته میشوند. لذا از این جهت امام به نوعی قیام 15 خرداد و سرمنشأ انقلاب میدونن، با اینکه حالا قبلش هم اعتراضاتی به شاه شده، ولی اولین میدانی است که عموم مردم میان تو صحنه و اولین میدانی است که مردم جونشون رو فدا میکنن به خاطر اینکه یه عالمی دستگیر شده. این خیلی مهمه. نکته دوم اینه که این قیام و دستگیری امام که حالا همزمان شد دیگه و البته 15 خرداد که مردم ریختن و مردم خیلی هاشون کشته شدن به شهادت رسیدن، قیام باعث شد که علما متحد بشن. خیلی عجیبه در قیام 15 خرداد اولا علمای الازهر نامه می‌نویسن از امام حمایت میکنن. الازهر مصر که اهل سنت هم هستن، اونا نامه می‌نویسن به شاه که یعنی چی ایشون رو دستگیر کردید. از مراجع تقریبا مراجع نجف، قم، مشهد، تهران،
همه میان تو صحنه و اعلامیه‌های تند، مثلا مرحوم آیت الله خویی میگن همراهی با این رژیم حرام است. عجب. این رژیم فاسده. نمیدونم مرحوم آیت الله عاشق مرتضی حاری پسر آیت الله حاری مؤسس حوزه قم میفهمن که این حرکتیه که ملت به دنبال یک حکومت مردمی تحت احکام اسلامی است. یعنی داره هشدار داده میشه به شاه که ما دنبال همچین اتفاقی هستیم. و بعد علما همه جمع میشن، حدود 400 نفر از علما از شهرهای مختلف میان تهران تحصن میکنن. علمایی که میگم یعنی شما تصور بکنید علمایی که مثلا آیت الله های در استانها و شهرستانها هستن، دانه طلبه معمولی. تمام مراجع قم میان تهران، تمام مراجع تقلید میان تهران جز مرحوم آیت الله گلبایگانی که ایشون میگن یه نفر باید قم باشه. مرحوم آیت الله میلانی از مشهد با هواپیما میان، وسط راه هواپیماشو برمیگردونن. 12 روز بعدش با هواپیمای دوم پا میشه میاد ایشون. مرحوم آیت الله خونساری، آست احمد خونساری که بعدن هم خیلی هم تو نهضت ایشون فعال نیست ولی اونجا میان در تجمع شرکت میکنن. یک همبستگی تقریبا باور نکردنی میشه که تقریبا تمام مراجع نجف، آیت الله حکیم، آیت الله خویی، آیت الله شیرازی، آیت الله شاهرودی همه بیانیه میدن، هم علیه رفراندوم هم علیه دستگیری امام و خیلی اجماع. حالا مردم که هیچی ولی علما تقریبا کسی نیست که دیگه اینجا نیاد تو میدان. به خاطر همین پایه انقلاب اینجا محکم میشه. یعنی امام علت توجهشون به این موضوع و این قیام این هستش که استارت انقلاب اسلامی از اونجا خورده شد. با این همراهی و همبستگی بین علما و بعد احتمالاً مردم. قطعاً. چون ببینید امام در انقلاب موافق حرکت‌های مسلحانه و چریکی اینا نبودن. امام گفتن مردم باید خودشون بیان بخوان. آره. خب حالا مردم اومدن. من میخوام راجع به نقش مردم یه ذره واضح‌تر و دقیق‌تر از شما بشنوم بعد از فاصله‌ای که میگیریم و برمیگردیم اگر شما اجازه بدید. ان شاءالله. در خدمتیم. بفرمایید. به نظرم در طول تاریخ اون جنبش ها، اون تحول ها، اون حرکت ها، جریان ها و انقلاب هایی که مردم پای کار ثابتش بودن خیلی ماندگارتر شدن. تا همین الان هم حتما شما تایید میفرمایید. از جمله قیام 15 خرداد 42 که به تعبیر حضرت امام فرمودن نقطه آغاز انقلاب اسلامی میتونه مطرح باشه. طبعا اگر همراهی مردم نبود شاید منجر اصلا به انقلاب اسلامی ایران نمیشد. میخوام راجع به نقش مردم در شکلگیری این قیام و امتداد اون از آقای ابوطالبی عزیز بشنوم. خواهش میکنم. بله همونجوری که فرمودید اساساً در نگاه خصوصا حالا مکتب ما که یک مکتب امامت و ولایت هست، اصلا مفهوم ولایت یه مفهوم اصطلاحاً ممکن متضایفه. یعنی باید حتما یک ولی و مولا عنهی باشد، یه امتی و یک امامی باشد تا معنا پیدا کنه. مثل که میگیم پدر بودن با وجود یک فرزند معنا پیدا میکنه. یه انسانی که ازدواج کرده تا بچه دار نشه به اون نمیشه گفت پدر. لذا امامت و ولایت با حضور مردم هم معنا پیدا میکنه و هم در طول تاریخ شما نگاه کنید ائمه علیهم السلام، خود پیامبر، هر جا که مردم نبودن امیرالمومنین 25 سال خانه‌نشین میشن و همینطور ائمه بعدی ما علیهم السلام. یعنی متضمن یک حاکمیت اسلامی وجود یک امام و امته. یک کدوم نباشه نمیشه. محقق دقیقاً. توی جریان الان هم همینطوره دیگه. حالا نهضت ها هم همینطوره. یعنی شما مثلا نهضت های قبلی ببینید، نهضت تحریم تنباکو، نهضت مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، اینا همه مردم اومدن. و الا یه میرزا شیرازی که حکم تحریم داد، اگه مردمی حکم تبعیت نمی‌کردن اتفاق نمی‌افتاد. تو مشروطه همینطوره، تو نهضت ملی شدن نفت همینطوره. لذا مردم رکنی از قیام ها و نهضت ها هستن. اینجا هم همینه. همونش که عرض کردم ببینید در جریان انقلاب اسلامی ما گروه‌های مختلف داشتیم. یه سری گروه‌های چپ و تندرو بودن که میگفتن حرکت مسلحانه و بمبگذاری و ترور و اینجور چیزا. یه گروه‌های اصطلاحاً اصلاحی بودن، میگفتن که ما بریم مثلا تو مجلس نفوذ بکنیم، بتونیم قوانین رو تغییر بدیم، با شاه صحبت بکنیم.
بیشتر لیبرال‌ها و ملی‌گراهای مدلی بودن، گفتن یه مقداری سازوکارهای دموکراتیک‌تر شاه اجرا بکنه، این حل مسئله. امام معتقد بودن نه، این که اصلا سلطنت باید بره، باید حکومت اسلامی باید بشه، ولی راهش راه کمونیست‌ها و یا حتی یه بچه مسلمانایی که دنبال حرکت‌های مسلحه اینا بودن، امام گفت راهش این نیست. امام گفت مردم باید بیدار شن و مردم بخواهند. لذا قیام امام رحمت الله علیه حدود 15 سال طول میکشه و 15 خورده نقطه است که مردم اومدن و مردم اومدن جونشون رو گذاشتن وسط و این خیلی مهمه، یعنی مردم هستن پای کار. و جالب هم هست حالا در این قیام اقشار مختلف مردم اومدن، لذا در جریان دستگیری امام و حالا این اتفاقات این وحدت هی بیشتر میشه. مثلا باز میگم بعضی از کسانی که شاید کمتر در بعضی از صحنه‌های انقلاب حضور پیدا کردن اینجا اومدن. مثلا امام وقتی دستگیر میشن در قم، مرحوم آیت الله آمیزه هاشم آملی خدمت شما عرض بکنم که آیت الله مرعشی نجفی، آیه حائری، آیت الله داماد، اینا علمای قم بودن. مرحوم علامه طباطبایی، اینا پا میشن میان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به صورت راهپیمایی، مردم هم میان اونجا تجمع میکنن که اونجا آقای مرعشی بلنگو رو دست میگیره و میگه ما اجازه نمیدهیم یک مو از سر این عزیز ما کم بشود، حکومت حق نداره با ایشون برخوردی بکنه. لذا یه تجمع اونجا مردم و علما باز در قم شکل میدن و بعد اون وقت اون تحسن تهران اتفاق میفته که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 3 الی 4 ماه تهران موندن و اینا گفتن باید امام آزاد بشه و شاه قصد اعدام امام رو داشت. لذا یکی از کارهای دیگه هم که باز علما مراجعه کردن، تعدادی از مراجع مثل آیت الله میلانی مشهد، آقای مرعشی، آقای آملی در تهران، محمد تقی آملی، آقای شهدمری، اینا یه نامه‌ای نوشتن گفتن آقا ایشون جزء مراجع تقلیده و حالا تقریبا یه قانونی نوشته یا حالا شاید هم نوشته بود که مراجع تقلید مسئولیت دارن، شاه حق نداره ورود بکنه. این عظمت داد به این حرکت. خیلی خوب، من 2 تا سوال مونده، 3 دقیقه وقت داریم، اینا رو با هم بپرسم، شما یه جواب مختصری بفرمایید. این که می‌خواستم بپرسم دستاوردها و برکات این قیام چی بوده که البته تا حدود زیادی تو بیان شما بود، خواستین بیشتر راجعش صحبت بکنین. 2 اینکه ما انتخابات در پیش داریم، نقش مردم رو فرمودید، این نقش مردم چه تأثیری میتونه داشته باشه در این انتخابات پیش رو که فکر کنم همین انتخابات‌هایی هم که ما داریم برگزار می‌کنیم از برکات همون قیامه. بله. یعنی ببینید قیام 15 خرداد همونجوری که شما فرمودید پیوند بین مردم و ولی فقیه و امام امت رو خیلی مستحکم کرد. بعد چون علمای دیگه هم اومدن و صحه گذاشتن بر این مسئله، حالا مردمی که مقلدین سایر علما هم بودن، نگفتن که فقط مقلدین امام. بعد خیلی اون موقع هنوز امام تازه مرجع تقلید شد، موقعش هم خیلی کم بودن، ولی همه آمدند و این وحدت شاه رو در حقیقت ترسوند و خاطر این هم خواست در نطفه خفه کنه، یعنی خواست امام رو همونجا اعدام کنه که اینا نداشتن، امام آزاد شد و این استمرار پیدا کرد در اتفاقات بعدی دیگه. حالا هر حادثه اتفاق می افتاد مردم می‌ریختن تو خیابون‌ها که حالا اوجش در 19 دی 56 و بعدم اون 40 ها و که استمرار پیدا کرد. لذا واقعیت اینه، ببینید خود امام هم بالاخره امام از اول بود، از 40 بود تا بهمن 57. حتی یه مدتی بین مثلا سال 43 که امام تبعید شد تا مثلا 56 یه ذره هم فروکش کرد، دیگه کمتر شد یه مقداری تحرکات، با اینکه شاه هم اقداماتی میکرد، اعلامیه میومد، چیز میومد، ولی با اون اوج نداشت. کجا اوج رسید؟ در 56 و 57. یعنی زمانی در حقیقت انقلاب تونست پیروز بشه که حضور میلیونی مردم رو داریم. ما قبل از 56